گاهی نامه های برام میاد اصلا شب خواب از چشمم میره. خانم نوشته شوهر من میاد گیر میده، دنبال یه بهونه است، موهای منو دور دستش میتابونه، جلو بچه‌ام اینقدر میزنه. من نمیگم منو نزنه، میخواد بزنه، طوری نیست، ولی من میتونم یه خواهش بکنم ازش، بگید حداقل شما بگید میخوای زنتو بزنید بزن، اما جلو بچه‌هاش نزن. من که جلو بچه‌هام دارم فحش میخورم دیگه چطور روم میشه تو صورت بچه‌م نگاه کن. وقتی مرد خونه میاد هرچی از دهنش در میاد جلو بچه‌ها به من میگه، من دیگه چطور میتونم زندگی کنم؟ راستی بعضیا جهنمیه، راستی بعضیا از مردانگی دور جون شما بو نبرده.